از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث روایت شده که رسول خدا فرمودند زمانی می شود وقت کم می شود. یک زمانی میه بر مردم که سال مثل ماه میگذره، ماه مثل هفته جمعه میگذره، جمعه مثل روز میگذره، روز مثل ساعت میگذره، ساعت مثل دقیقه. یعنی اینقدر وقت تنگ میشوه. سالهای پیش چقدر یک روز چقدر طولانی بود، ای جمعه با ای جمعه خیال میگردی یک ماه میگذره. باز این جمعه را خواندی، بعد از جمعه دیگه میه. همین حدیث دلالت میکنه که زمان میه وقت تنگ میشوه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كزرمة بالنار او كما قال. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که زمانی میشوه بر مردم، زمانی میآید که یک سال مانند یک ماه میگذره، یک ماه مانند یک جمعه. که یک ماه چقدر که یک ماه با این ماه میبینی، جمعه با این جمعه چقدر تیز میآید، همین خیلی وقت تیز میگذره. و جمعه مانند یک روز، یک روز مانند یک ساعت و ساعت مانند یک دقیقه که چخیلی همین آتش در میگیره خالچه میشه، همین خیلی وقت میگذره. یک منظور از این حدیث که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که وقت غنیمت بدونین با ذکر عبادت بگذرونین. چرا که زمانی میشوه اینقدر وقت تنگ میشه، وقت عبادت همین زمان حوزیه. اینقدر وقت تیز گذشته است که یا وقت میبینی که 10 سال گذشته. یا اهمیت بدین گوداکو چقدر کلان شدیدن. تیز گوداکی از میبینی یا وقت میبینی میگه 3 ساله 4 ساله شد. همه کار یا آدم میبینه چند میره و مهاجرت میبینه میگه 2 سال بودم در اونجا. میگه چه خیلی روز رفتی 2 سال گذشت. میگه آه. و همین خاطر منظور اینه که شما وقت غنیمت بدونید. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قرأ ابن آدم سجده تلاوه، وقتی که خوانده میشه برای حضرت آدم سجده تلاوه، فسجد اعتدل الشیطان یبکی، وقتی که سجده تلاوت در قرآن عظیم شان 14 تا سوره سجده تلاوت داریم. وقتی که همین آیات سجده تلاوت خوانده میشه و فرزند آدم یعنی باید سجده تلاوت واجب میشه، اون را شنویدیم باید چیکار کنیم؟ سجده تلاوت کنیم. وقتی که فرزند آدم میشنوه سجده را، آیات بعد سجده میکنه، فسجد اعتدل الشیطان یبکی، بنده وقتی سجده میکرده شیطان دیگر اینقدر ناراحت میشده گریه میکرده. یقول میگفته یا ویلی امر ابن آدم فی سجود فسجد فله جنت، میگفته وای بر من که با حضرت آدم وقتی که فرزند آدم وقتی که با حضرت آدم امر شد که سجده کرد وقت او را جنت نصیب کرد. وقتی که مرا گفتن و امرت بسجود فعصیت فلی نار او کما قال صحیح مسلم، وقتی مرا گفتن خداوند که سجده نکردم برای من دوزخ واجب شد. یعنی وقتی که خداوند به حضرت آدم دستور داد که سجده کرد، شیطانی لعین چیکار کرد؟ سجده نکرد، برای دوزخ واجب شد. وقتی به حضرت آدم اگر سجده واجب که سوره تلاوت سجده را بشنوه، وقتی که سجده میکنه شیطان اینقدر ناراحت میشده گریه میکرده، میگه وای بر حال من. و حضرت آدم فرزند آدم امر شد که سجده که جنت یافت. مرا گفتن که به حضرت آدم سجده که سجده نکردم چیکار کردم؟ دوزخ یافت. اذا اراد الله بعبد خيرا يسير لسانه للصلاة على محمد صلی الله علیه و سلم. میفرماید که هر کسی را خداوند اگر اراده خیر کنه زبان او را هم خیلی آسان میکنه که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی بگه؟ صلوات بگه. یعنی همین صلوات گفتن هم عزیزان یک نعمت خداوند، یک خیری که خداوند با تو اگر با 70,000 رحمت نگاه کنه، تو را اراده خیر کنه، بعد تو صلوات میگوی. اگر تو اراده خیر نکنه صلوات گفته نمیتونی. بسم الله الرحمن الرحیم.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. در سوره فرقان آیت 71 دمی الله سبحانه و تعالی هر کسی که اگر ایمان بیاره عمل صالح کنه خداوند تبارک و تعالی گناهاش تبدیل میداده به کارهای نیک. یک انسان دریای عرق خورد، گناههای کبیره و صغیره انجام داد، در وقت جهالت و وقت گمراهی از اسلام دور بود، از گفتهای رسول خدا و از کلام خدا و تفسیر خدا دور بود، میگه دنبال فاحشات و منکرات بود، یک دفعه توبه میکنه، ایمان میاره، دیگه برمیگرده بر اسلام، خداوند همون گناهی کردگیش تبدیل میده به چی؟ به حسنه، به نیکی. خوش به حال پروردگار در نموش بچن چقدر کریمه، چقدر رحیمه. و کان الله غفورا رحیما، چرا که الله بخشنده و مهربانه. وقتی که توبه کردی، استغفرالله کردی، ما چند بار حدیث گفتیم که من تاب من الذنب کما لا ذنب له، او که هر کسی که توبه میکنه از گناه، او گناه در هیچ گناهی نیست. در نموش بکشم گناه را انجام دادی، توبه کردی، دیگه بر نگشتی همین گناه ده، خداوند تبارک و تعالی ترا گناه تا به نیکی تبدیل میته، به ثواب. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، هر کسی توبه کرد و عمل صالح کرد خداوند تبارک و تعالی توبه او را قبول میکنه. با همین خاطر چند قدم میتونین تستر توبه کنین، چرا که توبه تو که قبول میشه؟ تو همین غرغره را وقتی که انسان سکرات موت شما خرخره شد کو، تو همین خرخره را اگر گفتی توبه کردم استغفرالله گفتم قبول میشه. غرغره که سر شد دیگه قینه توبه کردن. دیم توبه تو وقتی قیامت که مغرب آفتاب و زیای سینی چی میبره؟ سینی مغرب میشینه، وقتی قیامت ایسینی مغرب میبره، او زینه ایسی میشینه آفتاب. وقتی قیامت چی دیگه میبره؟ ایسینی مغرب. تو همین وقت هم اگر کسی توبه کرد انشالله توبهش قبول میشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا قوم، ای قوم، انما هذه الحیات الدنیا، این دنیایی که زندگی میکنیم، زندگی همین دنیایی که میکنیم، متاع، یک پارچه بیهوده، هیچ ارزشی نداره. متاع گفته یک لباسی که میپوشیمش کناشید میپرین، دنیا همین میگه. برای دنیا شده خط برباد نته، آخرت برباد نته. برای دنیا شده نماز قضا نگه، برای دنیا شده بعد سی برادر کورچه نگی، برای دنیا شده بخیلی و حسد دشمنی نکن، برای دنیا شده مخبری و جزئی نکن، یک از پیشتر خنجر نزن، برای دنیا شده بکشیم امورا ضرب تو مولی او را بگیریم گفته نکن. و این الاخرة هی دار القرار، زیرا آخرت دار القرار. آخرت چیه؟ این دنیا میگذره، این دنیا هیچ ارزشی نداره. چند بار گفتم که بر ما یک از گندگی میکنه، دشمنی میکنه، الله سبحانه و تعالی بعد هر یک سختی چی بده؟ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بعد هر یک سختی دو تا آسانیه، سختی را به سرش میاری، مشکلات را به سرش میاری، مصیبت را رویش میگیری. او ازمو با قول معروف گفتیم که این پلاژنی او میبرویه، او علمو چی مصیبت میبرویه، حل میشوه. یکی گندگیش تو میمونه که تو کدی روز قیامت هم جواب میدی، در دنیا هم چی میکنی؟ جواب میدی. او مصیبت به سر او را اومد و ان شاء الله چی میکنه؟ گناهش مغفرت میشه. چند بار گفتم انسانی کسل میشه، انسانی زندان میشه، انسانی که بچهش میمره، انسانی زنش در شیرینی حیاتش میمره، انسانی خونش در میگیره، انسانی که پولوش میدزدن، انسانی که فریبش میگیرن، انسانی که آواری میگیرن. همه ای الله سبحانه و تعالی خیلی ظالم نیست که ترای مصیبت بیاره و بتره برات دوزخ. همین گناهات به همین کفاره گناه شد. همین مصیبت الحمدلله گفتی، اینا لله و اینا الیه راجعون گفتی، خداوند کفاره بر وقتی که چیز آمد، مصیبت آمد، کفارت سیئات و رفع درجات. هر یک مریضی که بر بدنت میآید شکرانه کنی، داد و فیغان نکنی، داد نزنی ای انا کسلم وای، داد نکنی و چی نکنی، شکرانه کنی، الحمدلله بگوی. خداوند هر یک ساعت ثانیه‌اش ده ان شاء الله خداوند چی میکنه؟ ثواب میده.